سلام برای وقت جنگ تو بالتون چطور بچه ها؟ به چنل امیر گیم خوش اومدید بچه ها. ما اسم چنل رو عوض کردیم و قرار امروز بهتون یاد بدیم که چگونه بتونید مدال بگیرید و نکته های مهم بریم داشته باشیم. بچه ها نگاه کنید، مدال خیلی چیز مهمیه. شما برای به دست آوردن مدال اولا که باید برید توی مپ رنگ بازی کنید، یعنی مپ های دیگر مثلا بلادی مود و این چرت و پرتا اینا رو بذارید کنار، برید کجا بازی کنید؟ تو مپ های رنگ، چون که توی رنگ فقط میتونه بهتون مدال بده. خب برای به دست آوردن مدال باید داشته باشید. نکن ما دو جور میتونیم مدال رو به دست بیاریم. اول اینکه باید توی همون تاپ اول همون مپ شرکت کنیم یا توی دراپ. اگه توی دراپ بعضی ما شما برید توی دراپ پلی بدید، توی دراپ مثلا ممکنه بعضی موقع یکی یا حتی داشته باشید. حالا من بیام بهتون میگم دراپ چه شد، بعضی معنی دراپ رو ندارید. من بهتون سریع بهتون میگم دراپ یعنی چی. اول حالا وارد یه مپ میشیم که همیشه توش دراپ هست، فقط تو رنگ ها. فقط من خواهم بهتون اینجا دراپ رو نشون بدم. خب الان اینجا رو میبینید. حالا دراپ منظورم از دراپ این مثلا میبینید هر ساعت های خاصی، هر بنده مثلا بعد 5-6 ساعت یه دونه دراپ میبازه. خب یعنی شما بعضی موقع ممکنه توی نکن داشته باشید که مثلا آخرا مثلا شما 15 روز پلی دادی، فکر نکن تو همون روز اول میتونی بری بگیری داشت مثلا دراپ رو بری لوت کنی. بعد دراپ لوت کردن کار هر کسی نیست، باید پلیر باشی، چون که پلیرها خیلی خفنی میان بالا سر همون دراپ که شما سخت میکنی. یعنی باید شما مثلا هی بازی کنی داشته باشی که بری سر دراپ مثلا طرف رو بزنی. آره بعدم بهتون بگم که مثلا یه مپ 15 روز شما پلی میدید، یعنی باید مثلا تو هفته دوم منتظر باشید که مثلا تو دراپ براتون مدال بیاد. خب حالا بریم توی مثلا تاپ ها رو بهتون. شما آقا نمیری سر دراپ، حداقل بری امتیاز جمع کنی که بتونی مثلا چیز کنی. خب ما میریم تو امتیازات. نکن نفر اول نفر دوم، به نفر اول 3 دونه مدال میرسه، به نفر دوم 2 تا، به نفر سوم هم 1 دونه مدال میرسه. بعد داشته باشه اگه شما میخواید جایزه بگیری باید امتیازتون حتما بالای 15 باشه، چون که ممکنه بعضی مثلا از بین تا 10 یه دونه رندوم 1 دونه مدال شانسکی بهتون بده. بعدش هم اینو داشته باشی شما وقتی مدال رو توی دراپ گرفتی باید از خودت از بازی بکشی بیرون. اگه یا بذاری تو کابینت بمونه دیگه اون دراپ اون مدال به درد نمیخوره. وقتی آخر بازی، یعنی باید تا آخر بازی باشی، یعنی اون لحظه که داری از جزیره فرار میکنی باید اون مدالا رو داشته باشی که بتونی فرار کنی. حالا ما بریم ببینیم با مدال چه جایزه هایی میتونیم بگیریم. خب الان ما وارد میشیم. نکن اینجا میتونید قاب بگیری، میتونید مثلا این قابای خیلی خفن رو بگیری. مثلا اینجا 2 تا مدال میخواد، اینجا 2 تا میخواد. خفن ترینش همین 3 تاییه. نکن خدایی خیلی خفنه، من حال کردم. بعد اینجا مگه مثلا مدال شکسته داشته باشی 100 تا مدال شکسته به دست بیاری میتونی. حالا من به تو ادامه های بازی بهتون میگم که چگونه مدال شکسته پیدا کنید. بعدش هم این که ما رو مثلا میتونی 16 تا مدال بدین. این یکی که من خودم دارم. حالا میتونید تو این 3 تا این ست کله کدو رو من دارم. بعد مثلا بذار بازش کنیم ببین واقعا ست خیلی خوبیه، خوشگله. من که اینو دارم. حالا اون یکی ستش هم که حرف نداره اونم باحاله. خب حالا بریم اینجا، بریم پایین. این هم که کابینت، بهترین کابینت همین بازی لسی سنافه. بعدش هم بریم سراغ تانک، اون ست اصلی. یعنی شما مثلا با 99 تا میتونید یه تانک بگیری، با مثلا 48 این که 40 است. به سبک این هم هلیکوپتره. بهترینش همون 40 است. با یه چیز دیگه میخوام بهتون نشون بدم، با گلایداتور
گلایاتور خیلی بهتون کمک میکنه. تو غافلگیری دشمن اصلا حرف نداره، چون که خودم قراره حالا من بخرمش. واقعا سخت مدال جمع کردن. فکر نکنی مثلا بری تو بازی میتونی، نه خدا وکیل تو این بازی مدال جمع کردن کار هر کسی نیستش. یعنی تو بخوای 99 تا میدونی چند سال باید پلی بدی، تقریبا بخوای 99 تا بگیری کم کم واقعا باید 2 سال واقعا پلی بدی این بازی تا 99 تا مدال. اون هم تازه پلیر خفنی باشی که هر موقع دراپ اومد بری بالا سرش. بچه با آخر ویدیو نزدیک شما اگه مشکل داشتی تو کامنت ها بگید. دمتون گرم. ساب فراموش